من و زن توی خونه تنها شدیم و بعدش اتفاقی افتاد که سلام دوستان عزیزم، من راوی کنن هستم. به کانال خودتون خوش اومدین. اسم من محمد امینه. میخوام داستان زندگی خودم رو با شما به اشتراک بگذارم. 15 سالم بود که مادرم اصرار کرد به مسافرت بریم. از اونجایی که خیلی وقت بود که به مسافرت نرفته بودیم خیلی خوشحال بودم. پدرم توی یک کارخونه کار میکرد. کارگر اون کارخونه بود. ما را حسی گرفت برای 1 هفته. میخواستیم برای اولین بار بریم به کیش. خیلی ذوق داشتیم. وسایلمون رو جمع کردیم. قرار شد که شب رو بیفتیم که زودتر برسیم. هرچند اون مسافرت بدترین مسافرت زندگیم شد. با ذوق و شوق وسایلی که جمع کرده بودیم رو توی ماشین گذاشتیم و راهی مسافرت شدیم. 1 هفته توی کیش موندیم. کلی بهمون خوش گذشت. توی راه برگشت یک تصادف خیلی بدی کردیم. توی اون تصادف مادرم رو از دست دادم. پدرم خیلی وضعیتش خراب بود. منم پاهام خیلی آسیب دید. اما پدرم زنده موند و مادرم در جا فوت کرده بود. بدترین خاطره زندگیم بود. از اون روز به بعد دیگه هیچ وقت با پدرم مسافرت نرفتیم. تا مدت‌ها با هم حرف نمی زدیم. حتی نمی تونستیم غذا بخوریم. بعد از فوت مادرم خونه دیگه خیلی بد شده بود. خانواده پدرم مدام بهش اصرار می‌کردن که تو مرد جوونی هستی و باید ازدواج کنی. اما پدرم قبول نمی‌کرد. پدرم به مادرم خیلی علاقه داشت. اونا با عشق با هم ازدواج کرده بودن. پدرم گفت نمیخوام پسرم زیر دست نامادری بزرگ بشه. خودم پسرم رو بزرگ میکنم و من نیاز به هیچ زنی ندارم. از اون روز به بعد پدرم بهم خیلی محبت می‌کرد. کلی واسم تلاش کرد. هر چی می‌خواستم واسم فراهم کرد. تا اینکه من دیپلمم رو گرفتم و دانشگاه شرکت کردم. بعد از اینکه کنکور دادم، توی یک شهر دیگه دانشگاه قبول شدم. توی رشته پرستاری. پدرم خیلی خوشحال بود. از طرف دیگه چون قرار بود از پیشش برم خیلی ناراحت بود. وسایلم رو جمع کردم و برای ثبت نام به شهر دیگه رفتم. توی دانشگاه مشغول به درس خوندن بودم. سخت درسم رو میخوندم و تابستون برای دیدن پدرم می اومدم. اما این سری که به دیدن پدرم اومدم، پدرم خیلی عوض شده بود. حدس می زدم یک خبرایی هستش. با یک نفر دوست شده بود. یک روز که پدرم خواب بود، گوشیش رو برداشتم و چک کردم. پیاماشون رو خوندم. پیامای عاشقانه به هم داده بودن. مشخص بود که اون خانم به پدرم علاقه زیادی داره. از یک طرف دوست نداشتم پدرم ازدواج کنه. از طرف دیگه دلم به حالش میسوخت. از اینکه تمام این سالها منو به تنهایی بزرگ کرد و با هیچ کس ازدواج نکرد و برای اینکه به خاطر من خیلی اذیت شد. ولی من دیگه الان بزرگ شده بودم. نباید کاری میکردم که اون ازدواج نکنه. به خاطر همین هیچ چی نگفتم. پدرم وقتی از خواب بیدار شد به هم گفت بهتری که با هم بریم بیرون، یه رایی بریم، یک شامی بخوریم و کلی با هم پدر و پسری حرف بزنی. منم قبول کردم. وقتی که داشتیم شام میخوردیم پدرم بهم گفت راستشو بخوای میخوام موضوعی رو باهات در میون بذارم. من چند وقتیه که با یک خانم آشنا شدم. خانم خیلی خوبیه و ازش خیلی خوشم اومده. اونم تنها داره زندگی میکنه. خانواده‌ای نداره. من دوست دارم ازدواج کنم و از این تنهایی در بیام. میدونم که چقدر تو مادرتو دوست داشتی.
و هیچکس نمیتونه جای اونو برات بگیره. اما من دیگه خسته شدم و بهتره که ازدواج کنم و تو هم راضی باشی. ولی اینو بدون که هیچ وقت تنهات نمیذارم. وقتی حرفش تموم شد لبخندی زدم و گفتم پدر جان، ازدواج کردن حق تویه. اصلا نیازی نبود که تو این مسئله رو با من در میون بذاری. منم امیدوارم تو خوشبخت بشی. وقتی که فهمید من مخالف نیستم خیلی خوشحال شد. بعد از 1 هفته پدرم با اون خانم ازدواج کرد. اختلاف سنی زیادی با هم داشتن. اون خانم دختر جوونی بود که توی عقد طلاق گرفته بود. زن خیلی زیبایی بود. خلاصه اون دختر جوون وسایلش جمع کرد و به خونه ما اومد. وقتی که اون توی خونه بود من دیگه تمرکز نداشتم. نمیتونستم درسامو بخونم. به خاطر همین سعی کردم زودتر برگردم به دانشگاه. به خوابگاه خودم. حداقل اینجوری میتونستم به درسام برسم. کمتر ملاحظی می اومدم. بیشتر تو خوابگاه میموندم. این میخواستم مزاحمشون بشم. دانشگاهم دیگه ترم آخر بود. خوشحال بودم از اینکه درسم داره تموم میشه و بعد میگردم شهر خودم و میتونم بعد از اون برم سر کار. که یک روز خبر بدی بهم دادن. از سر کار پدرم بهم زنگ زدن و گفتن پدرت سکته کرده. خودم رو سری به تهران رسوندم. مستقیم رفتم بیمارستان. پدرم بیهوش بود. خیلی ناراحت بودم و خیلی گریه می کردم. نامادریم هم اونجا بود. اونم خیلی ناراحت بود. پدرم چند روز توی بیمارستان بود. متاسفانه حالش خوب نشد و فوت کرد. بعد از فوت پدرم داغون شده بودم. از طرف دیگه نامادریم باردار بود. واقعا مونده بودم چی کار کنم. دوباره تنها شدم و یه دم خیلی بزرگ رو تجربه کردم. اما این بار با این تفاوت که نامادریم هم باردار بود و نمیدونستم باید با این بچه چی کار کنم. نامادریم خیلی گریه می کرد. سعی کردم مثل یک کوه پشت این بچه باشم. رفتم دانشگاه انتقالی گرفتم واسه تهران. ترم آخرم رو توی تهران درسم رو تموم کردم. یه جورایی دلم به حال اون زن میسوخت. هیچ بدی ازش ندیده بودم. دوران بارداری سختی داشت. توی اون دوران همه کارهای خونه‌رم خودم انجام میدادم. بعد از 9 ماه بچه به دنیا اومد و من صاحب یک برادر شدم. از اونجایی که نامادرین زن خیلی زیبایی بود، خیلی بهش علاقه پیدا کردم. کم کم رابطه قشنگی بین ما شکل گرفت. اتفاقاتی بینمون به وجود اومد. بعد از تموم شدن دانشگاه سر کار رفتم و سخت کار میکردم. به زن بابام که اسمش زیبا بود خیلی محبت میکردم. برادر کوچیکم رو خیلی دوست داشتم. و از کاری که میکردم اصلا پشیمون نیستم. اگه به عقب برگردم باز هم همین کار رو میکنم. ممنون دوستان که تا پایان این داستان همراه من بودین. لطفاً با لایک و ساب کردن از کانال ما حمایت کنید. ممنون و متشکرم.